چجوری چربی سوزی حین ورزش رو افزایش بدیم؟ هر کسی که ورزش میکنه چه با هدف افزایش حجم چه برای لاغر شدن دنبال این هستش که متابولیسم چربی یا همون چربی سوزی رو توی بدنش افزایش بده. یکی از این راه‌ها استفاده از مکمل الکارنیتینه. من مهسا رنجبر هستم، متخصص تغذیه و رژیم درمانی. با من همراه باشین تا براتون توضیح بدم. اول ببینیم که این الکارنیتین اصلا چیه. الکارنیتین در واقع ماده‌ای هستش توی بدن ما که باعث انتقال چربی‌ها به داخل سلول‌های میتوکندری برای سوختن یا همون متابولیسم چربی میشه. مطالعات زیادی مکملیاری این ماده رو بررسی کردن و نتایج معنیداری از اثر این مکمل روی کاهش وزن و همینطور افزایش سوخت و ساز چربی نشون دادن. این مکمل به صورت قرص، شربت و یا ویالهای خوراکی با دوزهای مختلف توی بازار وجود داره. اما نکته‌ای که باید به اون توجه بکنیم اینه که افرادی که توی دوره بارداری و شیردهی هستن و همینطور مبتلا به کمکاری تیروئید هستن نباید از این مکمل استفاده کنن. یادتون باشه که مصرف مکمل‌ها و همینطور دوز مصرفی اونها برای کاهش وزن و چربی سوزی رو زیر نظر متخصص تغذیه که علم دانشگاهی این رشته رو داره انجام بدید. سالم باشید.